وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده روز 2 فوریه در نشست خبری جنبستیش مهمترین نشاندهنده‌های مربوط به وضع کریمینوگنی کشور در سال 2021 در جمهوری را ارائه کرد. به گفته وزیر سال گذشته در تاجیکستان 24118 جنایت از جانب همه سوبیکت‌های به قیدگیری به حسابگیری به قید گرفته شده است که این نظر به 23460 جنایت سال 2020 ثبت شده 658 جنایت بیشتر است. از این 24000 جنایت ثبت شده از طرف مقامات کارهای داخلی 15563 جنایت آشکار کرده شده است. فایز کشاده شوی جنایت ها باشد 80.5% را تشکیل می‌دهد. در دوره حسابات جنایت آدمکشی و سوءقصد به آن 103 روزنی، 38 غارتگری، 138 تجاوز به ناموس، 52 سودای آدمان، 52 قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی، 150 افباشی، طلابی 3263، دزدی 6425، جنایت‌های اقتصادی 3379 اولت به حساب گرفته شدند. در سال 2021 در جمهوری 652، در سال 2020 566 عدد سلاح آتشفشان از جمله 48 عدد автомат، 90 عدد تپانچه، 133 عدد ملتق و کرابین، 360 عدد سلاح‌های سوفتمیل و دیگر لوازمات جنگی مصادره کرده شده است. رحیمزاده گفت از جمله 364 میل سلاح در ولایت مختار کوهستان بدخشان مصادره شده است. ولی محمد باقرов یکی از رهبران غیر رسمی بدخشان چند پیش در یک سخنرانیش در محله برخوروغ این معلومات مقدماتی را رد کرده و گفت اگر آنها اینقدر سلاح می داشتند سمرقند و بخارا را می گرفتند و راه واروخ را هم کشاده می دادند. طبق معلومات آمار در سال 2021 در مقیاس جمهوری 4 سوءقصد به عمل تروریستی و 2 عمل تروریستی به قید گرفته شده است. در سال 2021 از طرف ساختارهای وزارت کارهای داخلی 579 نفر اعضایان تشکیلات‌های تروریستی و اکستریمیستی در صادر نمودن 766 جنایت معین کرده شده است. از این 399 نفر برای صادر نمودن 311 جنایت دستگیر شده به جوابگری جنایتی کشیده شدند. در جمهوری سال 2021 از جانب مقامات حفظ حقوق و ساختارهای قدرتی 4 تن و 83 کیلوگرم واسطه‌های گوناگون نشأه‌دار مصادره کرده شده است که 50% آن به مقامات کارهای داخلی راست می‌آید. اینچنین بیش از 991,000 نهال بانکدانه کشته شده دریافت و نیست و نابود کرده شد که مقدار عمومی آن 1 تن و 631 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. در این دوره از طرف نابالغان 763 و جوانان 4759 جنایت به حساب گرفته شده است. در دوره حسابات بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی 395 نفر به هلاکت رسیده 1218 نفر جراحت جسمانی گرفتند. در جمهوری 1189 حادثه سوختار رخ داده است که در نتیجه 10 نفر آدمان فوت دیدند. مبلغ ضرر 70,820,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. مبلغ مال و اشیاء ایمن نگاه داشته 498,661,000 سومانی را در بر می‌گیرد. رمضان رحیمزاده همچنین خبر داد که سال 2021 بیش از 100 نفر از اعضای سازمان‌های مخالفین از جمله پیمان ملی، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 همچنین 25 عضو گروه‌های متشکل جنایی بدخشان از کرده پشیمان شده به تاجیکستان برگشتند. در نشست خبری وزارت کارهای داخلی همچنین گفته شد که مقامات کارهای داخلی 4 کوشش حمله تروریستی از جمله 2 کوشش حمله از جانب طرفداران پیمان ملی تاجیکستان را پیشگیری کردند. پیمان ملی با نشر یک اظهارات این ادعا را ساخته و بی اساس نامید.